صبح امروز در گذرگاه فتح آبادی تاجیکستان منطقه مسجد ولایت سوق مراسم استقبال اشتراکچیان المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی صورت گرفت. خالیبان و اشتراکداران المپیادا را معاون سردار ریاست معارف ولایت سوق سیف الله رحمتوف، رهبریت و مؤسسین لیسه برای خوانندگان بالایقت شهر خوجند، مکتب پرزیدنتی شهر بوستان، ریاست معارف شهر استرافشان، آموزگاران و والدین اشتراکچیان المپیادای بین المللی استقبال گرفتند. لازم به یادآوری است که در اساس فرمایشی وزیر معارف و علمی جمهوری تاجیکستان با مقصد اشتراک در المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی که سنه‌های 31 ایول تا 7 آگوست سال جاری در شهر لندن بریتانیای کبیر برگزار گردید، 76 نفر خوانندگان بالایقت از منطقه‌های تاجیکستان با همراهی یک گروه آموزگاران فن زبان انگلیسی در آن شرکت ورزیدند. در قطار 30 نفر خوانندگان بالایقت از شهر و نواحی ولایت سوق، 11 نفر طالب علمانی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجند تاجیکستان را در این المپیادای با نفوذ معرفی کردند. المپیاد بسیار هم شوق‌آور بوده و آن مشکلی هم داشت، ولی به این نگاه نکرده ما جایهای سزاوار را یک مدال طلا، 2 نقره و جایهای افتخاری را به دست آوردیم و ما در آینده می‌خواهیم که چنین المپیادها بسیار شونده و پرچم تاجیکستان را بلند برداریم. سنه 5 آگوست سال 2022 در دانشگاه اکسفورد شهر لندن مراسم قدرشناسی غالبان المپیادای بین المللی از فن زبان انگلیسی برگزار گردید. در نتیجه از ولایت سوق 13 نفر خوانندگان بالایقت صاحب یک مدال طلا، 7 نقره و 5 برنجی شدند. در نتیجه جنبسته المپیادا از روی 4 بخش فیروزه عبداللهیوه، خواننده صف دهم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجند، قهرمان المپیادا صاحب مدال طلا، خالی از همه بلند و جام عقابی طلایی المپیادای مذکور گردید. المپیادای تین ایگلی که در شهر لندن برگزار گردیده بود اشتراک کردم، چمپیون شدم، یعنی جام عقابی طلایی را به دست آوردم. من میخواهم که در آینده باز در همین گونه المپیادها شرکت ورزیده بسیارتر پرچم تاجیکستان را در دیگر دولت‌های دنیا بلند بردارم. خواهش میکنم که امروز نبیری من در المپیادی بین المللی پرچم تاجیکستان رو در بین 27 دولت برداشته صاحب مدال طلا عقاب طلایی رو صاحب گردید. همینطور تاجیکستان با دستاوردی بی‌نظیر و تاریخی فیروزه عبداللهیوه در المپیادای مذکور مقام اول، آذربایجان مقام دوم و کشور کامبوجا مقام سوم را اشغال نمودند. همزمان یاسمین خان احرار و خواننده صف نهم و دلبرجان جبور و خواننده صف دهم مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه برای خوانندگان بالایقت در شهر خوجند در بخش‌های المپیادا غالب آمده صاحب جای دوم و مدال نقره. اینچنین قابلوف اسفندیار، نارزلویف شکرالله، میرفیوز بهروز، اسکندرов اسکندرخوجه، شادمانов شیرازخوجه، بهرامزاده محمدخان، حیدرزاده رمضان، میرزاخوجایف بزرگخوجه صاحب جای افتخاری گردیدند. خرسندی آور است که فرزندی من به چنین روز رسیده در این المپیادا با افتخارنامه رسیده قدردانی کرده شد. میانه‌داری خودم را به اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامی رحمان می‌رسانم. المپیادای بین المللی در دانشگاه برونیل شهر لندن برگزار شده. در آن زیاد از 400 نفر خوانندگان از 300 مؤسسه تعلیمی 27 کشور اشتراک نمودند. منیسا عطایeva، دادا جون خالف، آزیا.